ببین این چیزی که الان میخوام بهت بگم رو خیلی‌ها تا 60-70 سالگی هم متوجهش نمیشن. اونم اینه که تو هیچ وقت نمیتونی زندگی بدون درد و مشکلی رو داشته باشی. ما هممون دوست داریم جوری فکر کنیم که یه روزی همه چی درست میشه. یه روز اونقدر پولدار میشم که دیگه دغدغه پول هیچ چیزی رو نداشته باشم. یه روز اونقدر اعتماد به نفسمو بالا میبرم که دیگه از هیچ کس خجالت نکشم. یه روز اونقدر موفق میشم که دیگه حسرت هیچ چیزی رو نخورم. و حقیقتش رو بخوام بهت بگم اینا همش فکر و خیاله. زندگی بدون مشکل فقط یه توهمه. حدود 2500 سال پیش شاهزاده‌ای توی یه قصر بزرگ صاحب یه پسر کوچولو میشه. پادشاه برای پسرش همه چیزو فراهم میکنه. میخواسته که پسرش لحظه‌ای هم رنج نکشه. میاد دور قلعه‌ش و دیوارای بلند میکشه تا شاهزاده از درد و رنج دنیای بیرون هیچی نفهمه و تو ناز و نعمت خودش بزرگ بشه. و به این ترتیب تمام دوران بچگی شاهزاده با برآورده شدن خواسته‌هاش و خدمتکارایی که شبانه روز در خدمتش بودن گذشت. اما با وجود این زندگی پر از تجملاتش و اینکه هر چیزی که می‌خواست همون لحظه واسش فراهم میشد، تبدیل به مرد نسبتاً افسرده‌ای شد. از اونجایی که از نظرش تمام تجربیاتش پوچ و بیهوده بودن، یه شب تنهایی از قصر بیرون میزنه که ببینه اون دنیای بیرون چه خبره. وقتی دنیای بیرون قصر رو دید، پشماش ریخت. برای اولین بار تو کل زندگیش درد و رنج انسان‌ها رو دید. مردم بیمار، پیر، بی خانمان و حتی در حال مرگ رو دید. و وقتی به قصر برگشت دچار یه بحران هویتی شد. نمیتونست اون چیزی رو که دیده بود هضم کنه. از همه چی گلایه میکرد و به همه غر میزد و سرانجام پدرش رو واسه همه اون کارایی که واسش کرده بود مقصر دونست. شاهزاده فکر میکرد این ثروت بوده که باعث پوچی و بدبختی زندگی شده بوده. فردا شبش دوباره از قصر میزنه بیرون، ولی این بار دیگه نمیخواسته برگرده. سالهای متوالی مثل ولگردا زندگی کرد. درد و رنج زیادی کشید، گرسنگی، بیماری، درد و حتی تا لب مرگ هم رفت، چون بعضی روزا غذاش فقط به یه دونه بادوم محدود میشد. سالهای زیادی به همین منوال گذشت و اتفاق خاصی نیفتاد. فهمید که با اون زندگی رنجالود نمیتونه به اون بصیرتی که میخواد برسه یا به عبارتی معنا و مفهوم زندگی رو درک کنه. شاهزاده پاشد خودش رو تمیز کرد و رفت زیر یه درخت بزرگ نشست و تصمیم گرفت تا وقتی که یه ایده درست و حسابی به ذهنش نرسیده از جاش تکون نخوره. شاهزاده به مدت 49 روز زیر همون درخت نشست که واقعا نمیدونم از لحاظ زیست شناسی چجوری ممکنه. اما تو این مدت چند تا حقیقت مهم رو فهمید. یکی از این حقایق این بود: زندگی خود نوعی رنج محسوب می شود. افراد ثروتمند به خاطر ثروتشون مینالن و فقرا هم به خاطر فقرشون رنج میکشن. کسایی که خانواده ندارن از بی خانوادگی مینالن و افرادی که خانواده دارن از خانوادهشون. سلبریتی‌ها از شهرتشون مینالن و مردم عادی از ناشناخته بودنشون. نمیشه گفت این دردا یکی‌ان. قطعاً بعضیاشون دردناکتر از بقیه‌ان، اما به هر حال همه ما باید رنج بکشیم. بعدها شاهزاده فلسفه خودش رو با دنیا به اشتراک گذاشت و اولین و مهمترین اصلش این بود: درد و رنج اجتناب ناپذیرند و نباید در برابرشان مقاومت کرد. این شاهزاده کسی نبود جز بودا که معنی لقبش هم یعنی بیدار شده. بودا بعد از گذراندن اون 49 روز زیر اون درخت که بعدها بهش گفتن درخت بودهی یا درخت بیداری، دیدگاهش به دنیا خیلی فرق کرد و اون دیدگاه رو با بقیه به اشتراک گذاشت. و پس از مرگش هم شاگرداش آیین‌ها و روش زندگیش رو زنده نگه داشتن و یه جورایی میشه گفت بودا پایه‌گذار معنوی دین بودیسم شد که یکی از پرجمعیت ترین دین‌های دنیاست. ما به یه دلیل ساده رنج میکشیم، چون برامون مفیده. ما طوری تکامل پیدا کردیم که همیشه باید یه درجه خاصی از نارضایتی تو زندگیمون باشه. چون مخلوقی که تا حدودی احساس نارضایتی و ناامنی داشته باشه دست به هر تلاشی واسه بقای خودش میزنه. طراحیمون جوریه که از داشته هامون ناراضی باشیم و فقط حس کنیم با نداشته هامون شاد میشیم و این نارضایتی مداوم باعث شده انسان همواره در حال مبارزه، تلاش و بهتر شدن باشه. موضوع دیگه‌ای که وجود داره اینه که بجز درد و رنج، مشکلات هم هیچ وقت دست از سر ما بر نمیدارن. وقتی شما میخواین مشکل سلامتیتون رو حل کنین، میرید باشگاه ثبت نام میکنین، اما راه سلسله مشکلات دیگه‌ای به زندگیتون باز میشه. مجبورید زودتر از خواب بیدار بشید که به باشگاهتون برسید. مجبورید نیم ساعت روی تردمیل بدوید و عرق بریزید. بعدش هم باید سریع برید دوش بگیری که با بوی گند نری سر کار. یا اگه از کار الانتون متنفر باشین و بخواید این مشکل رو حل کنین، مشکلات دیگه‌ای مثل سختی استعفا دادن، دنبال کار جدید گشتن، چند ماه بدون حقوق زندگی کردن یا حتی تو سری خوردن از بقیه رو سرتون میریزه. تو این دنیا مشکلات هیچ وقت تمومی ندارن. فقط مشکلات جدید با مشکلات قبلی جایگزین میشن.
اگر الان بیان ازت بپرسن از این زندگی چی میخوای، در جوابشون چی میگی؟ جواب تقریبا هممون اینه که دلم میخواد شاد باشم، خانواده خیلی خوبی داشته باشم، به موفقیت و پول زیادی برسم و شغلی داشته باشم که عاشقشم. این جواب اونقدر روتینه که از همه انتظار میره. یکی عاشق چیزای خوب نباشه. همه دلشون زندگی شاد و بی دردسر میخواد. همه دوست دارن ظاهرشون عالی باشه، پول در بیارن، محبوب باشن، مورد تحسین بقیه قرار بگیرن. خواستن اینجور چیزا خیلی آسونه. اما سوال اصلی که معمولاً به ذهن کسی نمیرسه اینه که تو دلت میخواد تو زندگی چه جور دردی بکشی؟ دوست داری چه رنج و چالشی رو تحمل کنی؟ میخوای دغدغه چه چیزی رو داشته باشی؟ همه دلشون میخواد پول پارو کنن، اما افراد زیادی نیستن که دلشون بخواد شبانه روز، حتی تو روزهای تعطیل ساعت‌ها کار کنن، از خیلی از تفریحات و خوشی‌هاشون بزنن که سر کارهای حوصله سربرشون بمونن. همه عاشق اینن که اندام فوق‌العاده‌ای داشته باشن، اما کی عاشق اینه که درد و فشار فیزیکی تو باشگاه رو تحمل کنه یا همیشه کالری غذاهاشو حساب کنه و تو بشقابای کوچیک غذا بخوره؟ اون سوالی که زندگی تو تغییر میده این نیست که دوست داری از چی لذت ببری. سوال درست اینه که دلت چجور درد و رنجی رو میخواد. چون بالاخره باید انتخاب کنی. زندگی بدون درد رو که نمیشه داشت. زندگی همیشه بر وفق مراد تو نیست، اما حداقل میتونی انتخاب هوشمندانه‌ای داشته باشی که دردی که میکشی لااقل آخرش برات یه سودی داشته باشه و تو رو به یه جایی برسونه. پس همین الان از خودت بپرس، من دلم میخواد کدوم درد رو تحمل کنم؟ دلم میخواد درد بیپولی، وابستگی مالی و اینکه حتی نتونم خرج خودمم بدم رو تحمل کنم، یا دلم میخواد درد و سختی ساعت‌ها کار، گشتن دنبال ایده و زدن از تفریحات و خوشیام رو به جون بخرم؟ دلم میخواد بدنی که به اندازه کافی قوی نیست یا اون ظاهری رو که من میخوام نداره رو تحمل کنم، یا دلم میخواد هزینه و وقت و انرژی زیادیمو صرف ورزش بکنم. دلم میخواد حس کنم توی فضای مجازی گم شدم، خودم رو با همسنای موفق‌ترم مقایسه کنم، یا دلم میخواد اون موقعی که خیلی دوست دارم برم تو اکسپلور و ساعت‌ها بچرخم، باشم کار سخت‌تر و حوصله سربرتری مثل کتاب خوندن یا پیاده روی رو انجام بدم. در نهایت کل زندگی ما رو همین انتخابا شکل میدن. انتخاب بین راه سخت و سخت‌تر، انتخاب بین لذت الان یا لذت 2 سال دیگه. آدمای باهوش دردی رو انتخاب میکنن که آخرش براشون سودی داشته باشه، نه آه و حسرت.